آرمیدگی پیشرونده ماهیچه‌ای. پس از شنیدن بخش نخست این راهنما در سکوت نشسته اید و مدتی است که در آرامش نفس می‌کشید. همینطور که در آرامش و آسایش خاطر نفس می‌کشید، بگذارید هر گونه تنش هنگام بازدم از بدنتان رها شود. تصور کنید با هر نفس تازه تنش را از وجودتان خارج می‌کنید. نفستان را به هر جا که احساس تنش می‌کنید هدایت کنید. با هر بازدم تصور کنید تنش از بدن شما رها و جدا می‌شود. حالا از شما می‌خواهم تا نفسی عمیق بکشید. نفستان را نگه دارید. با بازدم بدنتان را باز هم رهاتر کنید. به همین حال که بدن خود را آزاد نگه داشته اید، توجه را به پاها جلب کنید. تمام ماهیچه‌های پا را تا بالای ران سفت کنید. انگشتان را رو به پایین خم کنید. ماهیچه ران را با کشیدن انگشتتان به سمت خود سفت‌تر کنید. همینجور که ماهیچه‌های ران را منقبض می کنید، سعی کنید بخش‌های دیگر بدن خود را آزاد نگه دارید و به افزایش گرما در ماهیچه‌های پای خود توجه کنید. حالا به یک باره پاها را آزاد کنید. هنگام بازدم تمام تنش را از خود بیرون دهید. به حس رهایی در ماهیچه‌های پاها توجه کنید. تفاوت این سستی را با زمانی که ماهیچه‌ها منقبض بودند دریابید. بار دیگر ماهیچه‌های پا را تا بالای ران سفت و منقبض کنید. انگشتان را رو به پایین خم کنید. ماهیچه ران را با کشیدن انگشتان به سمت خود سفت‌تر کنید. همینجور که ماهیچه‌های ران را می فشارید، سعی کنید بخش‌های دیگر بدن خود را همچنان آزاد نگه دارید و به گرم شدن ماهیچه‌های پای خود توجه کنید. حالا پاها را آزاد کنید. با بازدمی دیگر تمام تنش را از خود بیرون دهید و به احساس سستی و رهایی در ماهیچه‌های پا توجه کنید. این بار هم به تفاوت این سستی با حالتی که ماهیچه‌ها منقبض بودند توجه کنید. هنگام شل و رها کردن پاها، مچ پاها، ساقها، زانوان، ران و نشیمنگاه خود را نیز آزاد کنید. حالا تمرکز را به ماهیچه‌های دست خود ببرید. شانه ها را بالا بکشید. بازو و ساعد خود را سفت کنید. مشت را محکم گره کنید. ساعد را به سمت شانه ها بیاورید. افزایش گرما در دستهای خود را احساس کنید. برای چند لحظه این حالت را حفظ کنید. به یک باره بگذارید تمام ماهیچه‌های شانه ها، بازوان و دستها رها شوند. دستهای شما کاملا آزاد و رها هستند. دوباره از نو شانه ها را بالا بکشید. بازو و ساعد خود را سفت کنید. مشت را محکم گره کنید. ساعد را به سمت شانه ها بیاورید. به گرمای تولید شده در ماهیچه‌های دست خود توجه کنید.
لحظه بیشتر این حالت را نگه دارید و رها کنید. اجازه دهید تمام ماهیچه‌های شانه‌ها، بازوان و دست‌ها رها باشند. دستانتان را سراسر آزاد بگذارید. به حس به وجود آمده در شانه‌ها زمانی که رها می‌شوند هوشیار باشید. در حالی که دست‌ها در کنار بدن هستند، گردن و شانه‌های سراسر آزاد احساسی از آرامش متفاوت با تنش ایجاد می‌کنند. برای چند لحظه این باریک بینی را به سوی نفس هدایت کنید. آهسته، آرام و با نظم. نفس‌های آرام که تنش را از وجود شما بیرون می آورند. در نفس بعدی با دمی عمیق به آرامی شکم را پر خواهید کرد. به هنگام دم به هر گونه احساس که در میانه بدن پدیدار می شوند توجه کنید. اکنون با کشیدن دمی آهسته به درون ماهیچه‌های میانی بدن را آرام آرام منقبض کنید. ماهیچه‌های نشیمنگاه را سفت کرده شکم را به درون فرو دهید. نفس را برای چند لحظه نگه دارید و حالا بازدم و رهایی کامل ماهیچه‌های میانه بدن. با دمی دیگر ماهیچه‌های نشیمنگاه را فشرده و سفت کنید. شکم را به درون فرو برده و نفس را حبس کنید. لحظه این حالت را حفظ کنید. تفاوت حس به وجود آمده در بدن را مشاهده کنید. حالا ماهیچه‌ها را به یک باره رها کنید. به هر گونه احساس ایجاد شده در بدن دقت کنید. اکنون هوشیاری خود را به ماهیچه‌های پشت بدن ببرید. به آرامی نفس بکشید و شروع به سفت کردن ماهیچه‌های کمر کنید. با کشیدن شانه‌ها به عقب، سفت شدن ماهیچه‌ها در راستای ستون مهره‌ها را حس کنید. با ایجاد قوس در کمر، ماهیچه‌ها را اندکی سفت‌تر کنید. این حالت را نگه دارید. حال رها کنید. رها شدن این ماهیچه‌ها را احساس کنید. بگذارید تنش درون این ماهیچه‌ها همچون آب بر زمین فرو رود. با دمی دیگر ماهیچه‌های پشت را سفت و فشرده کنید. شانه‌ها را به عقب بکشید و ماهیچه‌های راستای ستون مهره‌ها را سفت کنید. با ایجاد قوس در کمر ماهیچه‌ها را در این حالت نگه دارید. کمی بیشتر و اکنون با بازدمی کامل بگذارید تمام تنش باقی مانده در ماهیچه‌های پشت یک باره رها شوند. همینطور که آسودگی در ماهیچه‌های پشت را تجربه می کنید، توجه را به آرامی به ماهیچه‌های قفسه سینه و گردن خود هدایت کنید. قفسه سینه را با نفسی عمیق پر و سفت کنید. شانه‌ها را به سوی گوش خود بالا بکشید.
فشار را بیشتر و بیشتر کنید. این حالت را حفظ کنید. رها کنید و بگذارید هر تنشی همچو آب بر زمین فرو رود. دوباره قفسه سینه را با نفسی عمیق پر و سفت کنید. شانه ها را تا گوش بالا ببرید. این حالت را نگه دارید. هنگام بازدم رها کنید. اکنون بدن شما رها و سست است. سرانجام تمام ماهیچه‌های صورت خود را سفت و فشرده کنید. دهان را تا جایی که می شود باز کنید. پلک‌ها را به هم بفشارید. بینی را جمع کنید. گونه‌ها و چانه را منقبض کنید و ابروان را تا آنجا که می توانید بالا ببرید. تنش ایجاد شده را مدتی حفظ کنید. به حس فک، لب و دور چشمانتان هوشیار باشید. تنش صورت را یک باره آزاد کنید. به تفاوت این حس رهایی با حالت تنش توجه کنید. بار دیگر دهان را سراسر باز کنید. پلک‌ها را به هم بفشارید. بینی را جمع کنید. گونه‌ها و چانه را منقبض کنید و ابروان را تا آنجا که می توانید بالا ببرید. ببینید چطور صورت شما بار دیگر سفت و فشرده می شود. فشار در صورت را اندکی نگه دارید. به حس فک، لب و دور چشمانتان آگاه باشید. اکنون رها کنید. بگذارید فک، گونه ها و پیشانی شما سست شوند. احساس کنید تنش از صورت شما تخلیه شده و در هوای پیرامون محو می شود. آرامش را در صورت خود احساس کنید. اکنون می خواهم هوشیار به سرتاسر بدنتان باشید. ببینید که بدن شما چه آرامشی را حس می کند. این بار تمرین آرمیدگی ماهیچه‌ای برای تمام بدن را از سر تا پا انجام می دهیم. آماده باشید؟ با نفسی آرام و عمیق همه ماهیچه‌های خود را از بالا تا پایین منقبض کنید. همچنان که تنش ماهیچه‌ها افزایش می‌یابد، به احساس درون ماهیچه‌ها در سراسر بدن توجه کنید. گرمای افزون، لرزش و یا حسای دیگر. به این احساس که می‌خواهید بدن را رها کنید توجه کنید. بازدمی دیگر. آرامشی ژرف از سر، صورت به گردن و شانه‌های شما در جریان است. بگذارید این آرامش مانند یک موج فراگیر دستها، تمامی کمر، از سر تا پا، مچ، ساق و سرتاسر وجود شما را در بر گیرد. با تمام وجودتان احساس کنید که تنش از بدن شما به زمین فرو می رود. در همین حالت که هستید، زمین استوار شما را حمایت می کند. همینطور که بر این زمین استوار تکیه کرده اید، از هیچ ماهیچه‌ای استفاده نمی کنید. آرام و بی حرکت
بار دیگر نفسی آهسته و عمیق بکشید. نفسی پر از آرامش و آسایش و هر آنچه که خواهانش هستید. نفس را برای لحظه دیگر نگه دارید. بازدمی دیگر هرچه از تنش، ناامیدی و هر آنچه خواهانش نیستید را بیرون می‌راند. احساس خوبی است این آرامش، اینطور نیست؟ آزاد بودن و رها شدن بدن. چندی بیش در این آرامش بمانید. به سادگی و آهسته نفس بکشید. بگذارید که این آرامش بیشتر و بیشتر در وجود شما رخنه کند. همراه با نوای موسیقی هر آنچه خوشنودی در پیرامون شماست به درون بخوانید و هرچه نمی‌خواهید هنگام بازدم از خود جدا کنید. به درستی که نفس شما در این رهایی به شما کمک می‌کند. نشاط را در درون خود حس کنید. انرژی، نیروی تنفس و اندامی سست و آسوده را احساس کنید و به هماهنگی بدن با فضای پیرامون خود آگاه هستید. در همین آرامش که هستید، انگشتان دستا و پاها را تکان دهید. بگذارید تا بدن شما کمی به این سو و آن سو کشیده شود. سرزندگی و نیروی افزون را حس کرده به آرامی خود را به آگاهی این زمان و فضا بازگردانید. ممنونم. اکنون چشم‌ها را باز کنید.